و اخذتم اذناب چیست؟ اذناب البقره، شما گرفتی از دنبای چی؟ گوهایتان، یعنی زمینداری و این گپا را شروع کرده، توجهتان طرف دنیا شد. باز گفت و رضیتم بالزرع، به کشت و کار و به نیالشانیتان شما خوش شده، باغا را به خود جور کرده، جاهای تفریح و این گپا را. و ترکتم الجهاد، شما جهاد الله را ترک کرده. سلط الله علیکم، الله مسلط می سازه بالای شما، ذلن، خواری، ذلت، نعوذ بالله، چی را؟ حقیری را، پیش مردم حقیر، قدر و قیمت نمی داشته باشی. این را پیغمبر اسلام 1400 سال پیش گفته، با امت خود همی خطاب کرده که شما توجه طرف دنیا کرده و جهاد ترک کرده، الله سرتان مسلط می سازه. رای بیرون رفت است، علاج برای گپ وجود داره. پیغمبر علیه السلام دمی حدیث برای ما پس امیر میگه لا ینزعه، اینمی ذلت و خواری از شما نمیکشه حتی ترجعوا، تا وقتی که شما مراجعه بکنه به سوی چی؟ الی دینکم، به سوی دینتان. دین عبارت از کتاب الله و سنت رسول الله. اگر به این رجوع نکرده باشه الله این ذلت از شما نمیکشه، دایم سر شما است. قرآن پیش اعلان کرده بود، پیغمبر علیه السلام تشریح کرد که اگر اینمی چیزا محبوب برای شما باشه. امروز ببینید پدرها محبوب است، بچه‌ها محبوب است، برادرها محبوب است، کس دلش کنده نمیشه. مادر دامنی بچه خود گرفته، بچه اجازه نمیدم، پدر میگه اجازه نمیدم. ایرا خود چی میکنی که مردم ها میان سر ما چرا ترجمه را اینطور میکنی؟ بچیم در فلانی جای رفته. عجیب است. او مردکه، او پدر، او مادر، این دین الله حفاظت شده، این دین همونطور بری تو نرسیده. صحابه بودن که قربانی دادن، خونی خود ریختن، ولی کلمه توحید به تو رسانیدن. و هم اولاد مادر بود، و هم اولاد پدر بود، و هم وطن داشتن، و هم قوم و قبیله و قارب داشتن، اما برای رساندن دین حق اینمی قدر قربانی داد. ما تو حتی حفاظت دین خدا کرده نمیتونیم که لا اقل دین خدا نگاه بکنیم. امروز کفر آمده، هر نوع نیرنگ سر ما بازی میکنه، اما ما هیچ اختیار نداریم. چرا؟ علتش نمیسته. قرآن کریم چقدر دقیق میگه. هر کس زن فرزند خو خیلی دوست داره، لیکن یگانه چیزی که مانع رفتن جهاد و اعلان جهاد ما شده مالای است که ما کسب میکنیم، تجارتای است که ما نمیخوایم که بی رونق شود، بلدنگای است که خوش ما آمده. بلی دنیای کفران فهمیده بود. در یک مجله در پاکستان زمانی که مجاهدین با روسا جهاد داشتن، یک مضمون یک عالم عربی که خود مجاهد بود در او مجله چاپ شده بود، امو مضمون مطالعه کردم، هو به هو مضمون ما با چشم سر دیدم. او توصیهش به مجاهدینی بود که ای مجاهدین شما لنکروزر را سوار نشوید، به خاطر که دنیای کفر شما را خوب عزت میده. مجاهد گفته شما را خیلی بالا رهبر مجاهد جور میکنه تانه، لیکن شما را راحت طلب جور میکنه. یعنی اونمو آموختگی شما با فراز و نشیب کوها او براتان بهتر است از اینکه در موتر ارکندیشن دار سوار شوی و پایین شوی. و دنیای کفر میخواه که ملت از جهاد از راه دیگر منصرف بسازه، منحرف بسازه. کدام راسته؟ بزرگای مجاهدی که امروز لقب جهاد به خود میده، هر کدامشان شرکت ها در دبی داره، هر کدامشان بلدنگ ها در ترکیه گرفته، هر کدامشان برای خود اقامه در کانادا و در ایجا گرفته و اینجام اتر حوزای آب برای خود مهیا کرده که سیاسرهای شو روستا بگار آب بازی میکنه. این مردم در کو نمیبرای، این مردم اینطور زیر گرفته که شور خورده نمیتونه. بیچارگک میترسه، میگه سرمایه غرق میشه. چرا؟ سرمایه را خود با خودم نگاه کرده نمیتونه. دنیای کفری طور جاله برای مسلمان انداخته که خود کشیده نمیتونی. یک مسلمان کمک پیسه خود به مجاهد روان کرده نمیتونه. بانکای سودی زیر تسلط کفر وجود داره، کلش قطعه محاسبه میشه. انوس کجاست؟ آنقدر دنیا را سر تنگ بسازه که در نان خود پیسه گرفتن نتونی و همی پروسه روان است. این پروسه روان است، انتقال پول بسیار مشکل باشه. نگاه کردن پول در خانه خوبی از اون نمیتونی. چرا؟ او باشا تر موجود است که بفهمه که در خانه پول است، خودیتام در خطر، زنیتام، اولادیتام، کلش در خطر است. به الله قسم امن توسط قانون اسلام میآید. اگر این دموکراسی را پذیرفته، به الله قسم اگر راحت شما ببینید. این را یاد داشته باشید. این گپی من است، گپی کلام الله متعال است. ترجیح بده این گپا را. ذلت دامنگیری ماست،
ذلت سر ما حکومت میکنه. قرآن گفته گپ عادی نیست. ما ترجیح دادیم این گپا را. میگه الله میفرما که احب الیکم من الله، از دستورات الله این چیزا براتون محبوب شوه و رسولی از رسول الله. نقشه های پیغمبر فراموش میکنی. امروز رسم و رواج و نظام های دموکراتی را تاکید کرده رایستی، دانت قف میکنه ارزش های دموکراتی گفته رایستی. لعنت الله سرت نمیشه. تو دموکراسی را میشناسی که به دینی را میگه. به نام دموکراسی دین تخریب کردن، دین ویران کردن، دین سرکوب کردن. شما تمامی بندای دموکراسی را با تمام مفاهیمی که داره، صورتایی که داره، با جز از دشمنی قانون اسلام دیگه کاری دیش نیسته. اما پیغمبر کدام مقام داره، کدام منزلت داره؟ امروز دل آدم درد میکنه. از یهود و نصارا خود درد نمیکنه، دشمن است. از مسلمانی که در مسجد امام است، عالم است، مردم او را امام گرفته، از او دلم درد میکنه که رسول چقدر قدر داره، محبت پیغمبر چقدر قدرش است. راستیتان بگه محبت پیغمبر در قلبش است یا محبت امامت مسجد؟ کدامش در قلبش است؟ امامت مسجد در قلبش است. مواجه میشه به فتوا، شخص میاد برش استاد میشه، میگه رفع الیدین چطور است؟ سری خود خم انداخته. در روز قیامت انشالله میتور سریت خم است. تو محبت پیغمبر دوست داری یا نه؟ عمر رضی الله عنه دستش با دست مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بود و میبرامدن از چی؟ از مسجد. عمر رضی الله عنه میگه والله لانت احب الی من چیستا من کل شیء. عمر رضی الله عنه به پیغمبر اسلام میگه قسم به الله یا رسول الله، تو محبوب ترین شخص هستی از تمام چیزا الا من نفسی، بجز از چی؟ از نفسم. یعنی نفسم از تو کده محبت زیاد، محبتم قطش زیاد است. پیغمبر علیه السلام قسم یاد میکنه، والله قسم به الله متعال هیچ امکان نداره تا وقتی که من محبوب نشم از نفست کرده هم. عمر رضی الله عنه چی میگه؟ که بالکل آلی تو محبوب از نفس ما هستی. پیغمبر برش میگه الان یا عمر، آلی درست شد، آلی. پیغمبر علیه السلام میگه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. در کدام معامله از محبت پیغمبر داد زدیم؟ توی تا کردی از رای پیغمبر سوال کردی؟ مرده سرت شد از رای پیغمبر سوال کردی؟ امام گرفتی از رای پیغمبر سوال کردی؟ نماز خوندی از رای پیغمبر سوال کردی؟ کدامش کردی ای مومن؟ چطور دعوای محبت رسول الله را میکنی؟ کدام عملت موافق نقشه رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ و داد از محبت تراویح پیغمبر 3 روز با صحابه کرام با جماعت 8 رکعت تراویح خوانده، زیاد نخوانده. کسی ثابت کرده نمیتونه که رسول الله 20 رکعت خوانده. قطعا 20 رکعت پیغمبر ترغیب داده. مای عبادت است، هر قدر که میتونی. 36 رکعت صحابه خوانده، 42 رکعت خوانده، نفل از خوانده برو، الله توفیق برات داده رایسته. جنگ سرزیست که 20 بخوانیم 8 بخوانیم. جناب نماز بخوان، نماز که کیفیت نماز چی رقم است؟ در زمان عثمان رضی الله عنه صحابه میگه که ما پشت قاری استاد میشدیم، از دستی که زیاد مانده میشدیم سری اساس چوبا تکیه میکردیم، از سرش خفتن شروع میکرد تا نصف شب، بعضی تا ثلث شب. اینطور حالت ها میرسید که میگه ما میترسیدیم که سحری عالی از بین میره، اینقدر استاد میشد. اما امروز همت آنقدر از دست رفته، ایمان ضعیف شده. دین روز یک جوان آمده به قاری صاحب ذاکر میگه که نماز دراز میخونی. ما او را گفتم که جوان بسیار تاسف میکنم، یگانه نماز تو باید خوش میشدی که الحمدلله همینجا نماز بود، رکوع سجده قومه با وجه درست بود. چقدر دراز شده. عجیب است. حدیث معاذ رضی الله عنه را یاد گرفته که پیغمبر برش میگفت فتان انت یا معاذ. او خود سوره بقره را میخواند به امرای قومی خود، سوره بقره را به تو خوانده. نماز پیشین چقدر قرائت داره. خود جهالت و نادانی در دین ما را به کجا کشانده که سر بیدینی انتقاد نمیشه، سر دین انتقاد میشه. و ملا به اندازه یک نوکر هم حیثیت نداره، در راه استاد میکنه که چرا نماز چی میکنی؟ دراز میخوانی. چرا نماز؟ افسوس است. کل چیز قدر داره در این وطن، چی قدر نداره؟ دین قدر نداره، عالم دین قدر نداره، همه چیز دیگه قدر داره. همه چیز اموز سازنده اون قدر داره. اون عکسش اونجا میبینه روی بروی دکانتان چسبانده است، ریشه سایکو به کدام قسم چیز تصویری خود کشیده، او قدر داره. قدر نداره راست تو نبگوی. مولا را زنگ میزنه که نیکاس در فلانی هتل،
ملاگک بیچاره در موتر استاده است، در یکی در دیگه پیسه خود از دلش نمیبراید. باز اونجا پاکتی خطا چی قدر بگوی دبل برش کرده دیاره دایش مانده کنده کنده. او را به این بدبخت مولا میده. این را مولای بدبخت بگوی، این بیدین است، این مولا نیست. این رفته در اونجا به خاطر چی؟ اما سازنده را در موتر میبره، دلار میده پس میاره در جایش. کدامش قدر داره؟ مردم که بیشینه میگه ما دین دوست داریم، محبت با رسول الله داریم، محبت با دین داریم. آزمایش کنه. در زندگی انسانی امتحانات بزرگ پیش روی آدم آمده. توی بچه تو بوده می کار کردی، حاجی صاحب، وکیل صاحب، کلان صاحب، امی کار تو نکردی؟ عالم چی حیثیت دادی و سازنده را چی حیثیت دادی؟ خیر، این گپا هست. رسول الله پیش مردم قدر نداره، سنتش پیش قدر نداره، مردم قدر داره. از جامعه مدینه فارغ است، تا حالی را پیسه دعات هم میگیره. او از اونجا برش پیسه دعات روان میکنه که دعوت میده و این اولین دشمن سنت رسول الله میشه. مردم این تحریک کرده رویسته که چندان جوان پیدا شده کریش وابیست و بدبخت. لعنتی الله سری تو نمیشه، وابی تو میشناسی؟ کی نمیگه؟ کدام است؟ مردم عوام تحریک میکنه. خو خیر، پیش الله رفته نیستیم. ذلت از ما دور نمیشه تا وقتی که پس رجوع به دین خود نکنیم. الله خود اعلان کرده فتربصوا، شما انتظار بکشه اگر محبوب شوه این کارا از جهاد در راه الله برایتان، جهاد الله را ترک کرده، انتظار بکشه حتی یاتی الله بامره، تا که آوردن کنه الله متعال فرمان خدا. کدام فرمان است؟ ذلیل، فرمان ذلت. فرمان ذلت کدام است؟ آخر خو رئیس جمهوری ما گریان کرد یا نکرد؟ مردم گریان کرد نکرد؟ به خاطر که کفار بمبارد میکرد این گریان کرد آخر از عاجزی. از این که ذلت دیگه کدام است؟ ذلت چی را میگه شما؟ ذلت چی را میگه؟ یعنی که نعوذ بالله دیگه ما سربطارا قویزان شدیم، آویزان هم شدیم دیگه چیز باقی نمانده. علتش اینمیسته که ما خدا نوکری اینمی یهود و نصارا ساختیم. فرمان الله اینمی طور میرسه، وعده الله قرآن وعده کرده. والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله هدایت نمیکنه، در مقصد و منزل نمیرسانه کسایی که فاسق است، حدود الله را مراعات نکرده، میبره از حدود الله. امروز جوان اعتراض سری فرامین دین است. یکیش میایه که تقدیر، چرا در تقدیر اینطور نوشته شده؟ ما خود دیگه مجبوری محض هستیم، الله عذاب نده. او بدبخت، اگر تو جنایت میکنی در تقدیر برات نوشته است، خو نمازم بخون در تقدیر برات نوشته است، جهادم بکن که در تقدیر برات نوشته است، او را انتقاد میکنی را نمیکنی. دنبال کدام گپا روان هستیم؟ لقد نصرکم الله فی مواطن کثیرة. بله، سوال پیدا میشه. ما با این دنیای کفر در این حالت کمبودی خود منظم هم نیستیم، منسجم هم نیستیم، اسلحه هم نداریم. او طور وسایلی که دنیای کفر داره ما هیچ مقایسه نمیشیم. چطور میشه دیگه؟ الله متعال میگه گپ به کثرت نیست، گپ به وسایل نیست. قومی که در قبیله حوازن برش میگه در جنگ اول نمره بودن، تیرانداز بودن که پرسان نکو، آنقدر مهارت جنگی داشت که هیچ پرسان نکو. لیکن الله متعال چطور مسلمانان را کامیاب میکنه؟ مسلمانان در اول یک کمی مغرور شده بودن، گفتن به این تعداد ما هرگز ناکام نمیشیم. الله متعال در این آیتا داستان جنگ حنین برای ما پیش میکنه که چه حالتا در اونجا پیش شده بود. پیغمبر علیه السلام در رمضان مبارک مکه مکرمه را فتح کرد. بعد از او وقتی قبیله حوازن، بنو ثقیف و طایف شاخهای مختلف داشتن، یا خبر شدن یا گفتن که والا علی نوبت ما بی از او میرسه، قبل از اینکه مسلمانان سر ما حمله کنه ما باید چاره‌جویی مسلمانان را بکنیم. از او خاطر به بسیار کشوفش بزرگ با هم توافق کردند. سرکرده از یا مالک ابن عوف نام داشت، بسیار زرنگ بود، بسیار خیلی زرنگ بود. قوما را جمع کرد، تصمیمی طور گرفت. اول خو که گفت ما مقابله میکنیم، همینطور مقابله نمیکنیم، هر کس مال خود، مواشی خود، زن خود قط خود ببره در میدان جنگ، به خاطر که فرار نکن از میدان جنگ. اینمی چیزا قید پایای از یا شوه، زنجیری پایای از یا شوه، به قصد جنگ بکنه. چرا؟ بفهمه که چیزا کلش در خطر است. انسان همونطور می باشه. دوم، کمین گرفتن. کمین حنین یک وادیست، یعنی یک جر است که در دو طرفش کوها و گپا بوده، خب درختان بوده. دستور داد که تیراندازا مکمل در چهار اطراف خود گم کنه، پنهان کنه.
زمانی که لشکر مسلمان ها میرسه از 4 طرف سرش تیرباران شوه و حمله همگاری شوه. این تدابیر او مردم گرفته بود. اما مسلمان ها همراه پیامبر علیه السلام 10,000 مجاهد از مدینه آمده بود. 2,000 نفری دیگه که در مکه نو فتح شده بود که او را طلقا میگفتن یا همراه پیغمبر علیه السلام یک جا شدن. با وصف که مردم ها یک جا شدنش اهداف مختلف داشت. کسی غنیمت گرفتن در نظر گرفته بود، کسی انتقام جویی را در نظر گرفته بود که برود در این موقعی که مسلمان ها درگیر جنگ شود یا انتقام خود از مسلمان ها بگیره. از او خاطر و کسی همونطور گیر آمده بود میرفت همراه لشکر مسلمان ها. پیغمبر علیه السلام وقتی که خبر شد که هوازن اینمیطور تیاری داره آمادگی گرفت و حرکت داد لشکر خود طرف از او. پیغمبر علیه السلام میرفت چون یا 12,000 نفر بود و اونجا نفرای جنگی 4,000 نفر است. مجاهدین در بین خود گفتن که ما از روی کثرت گاهی هم شکست نمیخوریم. امی سخنم به نزد الله چی نبود؟ خوشش نآمد. چرا انسان بالای کثرت اتکا نکنه؟ نصرت از جانب کیست؟ الله متعال است. از همون خاطر انسان باید اینطور نگوید که ما اینی قسم چیزا را داریم حتما کامیاب هستیم. نه، میگیم کامیابی فقط در اختیار الله متعال است. زمانی که دو وادی حنین رسیدن یک دم سر مجاهدین و مسلمان ها حمله آور شدن. ناگهانی اول خب تیراندازی کردن سرشان و بعد از او محاصره کردن. حالت طوری شد که قرآن خودش بیان میکنه که سر مجاهدین زمین تنگ شده بود، فرار شروع شد. خب لیکن کی فرار نمیکنه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم سر قاطر سفید خود سوار است و میگه که الیا چیستا بسوی ما بشتابه ای صحابه کرام و سر چی سوار است. در یک طرف ازی عباس رضی الله عنه مهاری چی را گرفته قاطر، در دیگه طرفش سفیان ابن حارث که بچه کاکای پیغمبر علیه السلام میشه او گرفته. نمیگذاره که قاطر طرف دشمن زود بره، من نمیکنه شه. پیغمبر علیه السلام آواز میده با مجاهدین کیسته که آواز بشنوه. از امو خاطر به عباس رضی الله عنه گفت که صدا بزن. عباس رضی الله عنه بسیار صدای بلند داشت. صدا کرد که پیغمبر شما را میگه که یا اصحاب الشجره، ای او صحابه که در زیر درخت شما تعهد کرده که ما از میدان جنگ فرار نمی کنیم، مرگ در دنبال ما بیا، خب ما یک قدم او طرف نمیریم. صحابه وقتی آواز شنیدن پس دور خوردن. در موقع در حدیث میایه برای ابن عازب رضی الله عنه را نقل میکنه که دیگه مردم تعالی را بسیار کلی صحابه جمع نشده بود. تقریبا 80 نفر در پالوی پیغمبر علیه السلام موجود بود، دیگرها فرار بودن. پس در شروع جمع شدن پیغمبر علیه السلام از امی قاطر خود پایین شد، دعا کرد که الله منجز لما وعدتنی، الله پوره کو آن چیزی را که تو قطعا وعده کردی. یک مشت خاک گرفت طرف دشمن پرتاب کرد. ایرا معجزه میگه الله متعال امی خاک مشت پیغمبر علیه السلام در چشم کلی لشکری اینمی هوازن رسید. هر کس در جان خود شد چشمای خود میمالید. مجاهدین شروع کرد زدن. در امی حدیثی برای ابن عازب رضی الله میگه که نه اول شکست و خوردن، وقتی که در غنیمت جمع کردن مردم شد و دوباره حمله کردن، مردم پراگنده کرد. به هر ترتیب پیغمبر علیه السلام از جای خود چی شور نخورد. شما ببینید کسی که عقیده و باور به مسلک خود داشته باشه هیچگاه هراس نداشت. رسول الله یقین داشت که الله مرا نصرت میکنه و دین حق است. با تنهایی خود هم فرار نکرده در میدان جنگ استاد است. حتی امی کفاری که بسان مسلمان شده یا میگه یگانه کسی را که در میدان صاحب مقاومت دیدیم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. لیکن الله متعال ملائکه هم روان کرد و امی ملائک کمک برای تقویت روح از یا برای تشجیع از یا و برای ازی که مسلمانان یک کمی مورال بگیره الله ملائکه هم روان کرده بود. از او خاطر سخت حالت ناگوار سری امی قبیله هوازن آمد. الله متعال یا را شکست داد یا فرار کردن، لیکن مالایشان مکمل اسیر پیغمبر علیه السلام شد. باز بعد از او این مردما صلح کردن امر پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام اختیار برشان داد که یا مالو منالتان اختیار کنی یا جانتان. اگر جانتان اختیار میکنی اسیرای کلش رها کرد، لیکن مالش کلش غنیمت گرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. او چقدر غنیمت ها بود؟ او غنیمت ها خیلی زیاد بوده. غنیمت ها از حد زیاد بوده که تقریبا
12,000 چی بود چی 6,000 اسیر گرفتن، 24,000 شتر گرفتن، 40,000 بز و گوسفند گرفتن، 4,000 اوقیه نقره را گرفتن و همین قسم چی دینار یا طلا را گرفتن. زیاد غنیمت ها برای پیامبر علیه الصلوة و سلام در اینجا نصیب شد. پیامبر علیه الصلوة و سلام بالای مجاهدین را تقسیم کرد و یک تعداد از کلانای کسایی که جدید قطعی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رفته بود برای ازوام یک چیزی داده بود پیغمبر علیه الصلوة و سلام. یک کسی را به نام شیبه ابن عثمان یاد میکنه که پسان مسلمان شده اما با پیامبر علیه السلام رفته بود. او تلاش داشت به خاطر از اینکه چی است کاکایش چی قتل شده بود، برادرش قتل شده بود، برای انتقام ازی میخواست که از پیغمبر علیه السلام از اقاربش چی بگیره، انتقام بگیره. از او خاطر در هر حالت مراقبت میکرد پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر علیه السلام در یک موقعی که قصد داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم بزنه، پشتی سر سعی کرده برش گفته که ای شیبه چی میکنی؟ شیبه فهمیده. بعد از او گفت پیش بیا. پیغمبر علیه السلام دست در سینه‌اش زده، یک مرتبه، دو مرتبه، سوم مرتبه. امی شیبه ابن عثمان میگه به الله قسم از او پیش مبغوض‌ترین شخص برای من اعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اما زمانی که سوم مرتبه دست مبارک از وجودم جدا نشده بود، محبوب ترین شخص به نزدم رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و امو هدف غلط و نادرستی که داشتم او را دیگه ترک کردم. باز بعد از او پس از جنگ کلی واقعه را پیغمبر علیه السلام برای امی شیبه ابن عثمان بیان کرده که چه حالتا بود. امی جنگ حنین بود که وقتی رفتن کفار اسلحه خود در درخت آویزان کرده بود، مسلمانان تقاضا کردن که ما برای ما یک درخت معین کو. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینها السنن، اینمی و نمو طریقه هاست که امت ما تابعداری طریقه های یهود و نصارا را میکنه، یعنی کدام عملی که وا کرده یا میکنه و اسلحه خود تبرک میکردن به درختها، اوی تبرک گرفتن خود دین نیست. از او خاطر پیغمبر علیه السلام گفت شما همو گپ میزنید مثل که بنی اسرائیل برای موسی علیه السلام زده بود. بعد از نجاتشان از بحر تیر شدن قوم دید که وا معتکف بود بالای بتا، یا هم گفتن که برای ما یک گلاه جور کو مثل از یاواره نعوذ بالله. گفت اونم رقم میگه. عجیب است که امرای ما در جهات آمده و اینطوری چیزا را تقاضا داره. در درختها چیست آویزان کردنه. امروز سری قبرای قدر گنبتا و قدر چیست چی میگه چوبا بالا شده که مردم اونجا هر چیز آویزان میکنه. کسی میره گواره را میپرته، کسی میره همونطور رشمه را میپرته آویزان میکنه. این کل شرک است. با تاسف که مردم همون کارا را کرده رایسته. این جنگ حنین بسیار سخت جنگ بود که الله متعال در اینجا یادآور از او جنگ میشه و اصلا بیان نصرت خود الله میکنه برای مجاهدین، نه تنها برای صحابه. قرآن قدیم است، شجاعت میده مسلمانان را که در هر حالت شما به کثرت و به اسلحه و وسایل سعی نکنی، اتکا سری ازی نکنی، اتکا سری الله بکنی. الله نصرت میده تانه. شما ببینید که الحمدلله امی دنیای کفر با تمام وسایلش در مقابل گروپای جهاد در یک جای مقاومت کرده نمیتونه. خود شرط است که از داخل اینطور مردم ها پیدا میشه، مسلمانی چی یهودی، مسلمانی چی نصرانی پیدا میشه. مسلمان یهودی و نصرانی رو میشناسه، لباس مسلمان، تذکره مسلمان، اما این آدم مکمل کل خدمت و زحمتش در خدمت کی یهود و نصارا تیر شده. این مردم باعث میشه که جلوگیری از حرکات قوی اسلام شود، وگرنه این مردمای کفار قطعا دمی روی استاد نمیشه. شما مشاهده کردی وقتی که امریکا کشته میشه میگه چی میکنه؟ گریان میکنه. یک رقم غوغا را پرتافته میباشه که چی گپ است. این مردم ها مقاومت نداره. مقاومت است که ما یارا رونق میدیم و بالا میکنیم. الله متعال نصرت خدا برای ما اعلان میکنه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، یقینا امداد کرده بود الله متعال شما را فی مواطن کثیرة، در بسیاری جا. جنگ بدر نبود، در احد نبود، در احزاب نبود. و یوم حنین، در روز حنین هم شما را الله امداد کرد. مراد از یوم اینجا مراد یک روز نیست، همون روزهایی که جنگ ادامه پیدا کرده کلش به نام حنین یاد میکنه. از حنین یک وادی است. این جنگ به نام اوتاس هم یاد میکنه. یک مقام اونجا به نام اوتاس یاد میشه. و جنگ هوازن هم برش میگه به خاطر که رول مهم قبیله هوازن داشت
که بسیار تیرانداز بود. از اعجبتکم کثرتکم، در آن وقتی که خوشتان آمده بود زیادتی شما، امی زیادتی لشکرتان خوشتان آمده بود. از اعجبتکم که در تعجب انداخته بود زیادتی شما و گفته که ما از روی کثرت هیچگاه شکست نمیخوریم. الله چی میگه؟ فلم تغنی عنکم شیئا، امی زیادتی شما کثرت شما دفع نکرد عنکم از شما شیئا، هیچ چیزی را. آخر میدان ترک کردی، رو به فرار کردی یا نه؟ کجا بودی زیادتیتان؟